ذات الله با بالای عرش است. در ایام جنجالات در دوران پیامبر، در دوران صحابه عقیده می بود و این فرض بود که ذات الله با عرش با بالای 7 آسمانات، کلانیش کل کائنات زمین آسمان جمع کن مثل که یک حلقه را در دشت پرت. عرش الله اق کلان است، یا یک روپه را در یک دشت پرت. یک مثال است. اق عرش کن. ذات الله با بالای عرش. الله به اعتبار ذات مستوی است، برابر است، مستقر است، بدون احتیاج، بدون از اینکه به عرش محتاج باشه. این عقیده پیامبر، عقیده صحابه. حتی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، صاحب فقه الاکبر، ابو مطیع بلخی نام داره، یکی از شاگردای امام بود. امام برش درس داده بود، گفت همین فقه اکبر نوشته کن. تحقیقی امی است. خب او میگه که ذات، میگه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه می اومد در مجلسش بودم، یک نفر آمد گفت این الله؟ فالله در کجاست؟ گفت هو فی السماء. گفت در آسمان است، علی العرش، با بالای عرش. گفت که امی آیت خوان که الرحمن علی العرش استوا، رحمان ذات با بالای عرش مستقر شده، برابر شده. کیف ما یلیق، چه قسم مثل ششتن ما نه دیگه، او لیس کمثلی شیء. بعد از اون میگه، او گفت که اگر یک کسی بگوید که ذات الله با بالای عرش است اما من نمیفهم که عرش در زمین است یا در آسمان، چی میشه؟ میگه امام ابو حنیفه رحمت الله گفت هو کافر، ای کافره. عرش با بالای 7 آسمان است و الله با بالای آسمان هاست ذاتش. اینال عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله امی بود کسی بگوید که الله با بالای عرش نیست، کافر. از این آیات منکر میشه، کافر. حال آمده که بگه الله با بالای عرش، وای مکان ثابت کردی. الله در کجاست؟ در هر جای است. در افغانستان است. خب در روسیه چطور؟ در امریکا، در این مسجد. بله. با بالای عرش چطور؟ نه اونجا نیست. حال تو میگه اونجا نیست، اینجا است. عجیب عقیده است نه؟ الله میگه ما با بالای عرش هستم، باز علم و قدرتش در هر جای است. این بعدش میگه و هو معکم اینما کنت. الله با امرای شماست هر جایی که باشی. مثل که یک نفر میگه من میرم فلانه جا، چطور میشه؟ میگه تو میگه برو مکتی تاستم. یعنی علم الله، تواناییش، نصرتش که بخواه بکنه کسی را مددش یا ضابطه، ای هر جا است. علم و قدرت. حتی اجماع است. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگفت همین عقیده را داشت. حتی در کل صفاتش، لو ید و وجه و نفس، الله دست داره، روی داره، نفس داره. ولا نؤول كما يؤول اهل القدر والاعتزال. مثل که معتزله و قدریه گمراه تعویل کرده که هدف از دست قدرت است، هدف از رویی است، هدف از عرش. بسیاری از عرش منکر است. میگه عرش با معنای سلطان. استوا چه معنا؟ با معنای استولا، غلبه کرده با بالای پادشاهی خود. خلاص عرش هم منکر شد، استوا هم منکر شد. از ربیعه، سفیان ابن عیینه، یعنی از مجتهدین بسیار علمای بزرگ که پیش صحابه درس خواندند، و از امام مالک پرسان کردند کیف الاستوا؟ گفت الاستوا معلوم و العرش معلوم. عرش هم معلوم است، استوا هم معلوم است، و الکیف مجهول. کیفیتش چگونه؟ کیفیتش به ما الله نگفته. بس با والایمان به واجب، ایمان فرض است، اگر نداشته باشه ایمان. و سوال عنه بدعت، سوال کردن بدعت است، زیرا صحابه سوال نکرده، زیرا سوال دی بخش فایده نداره. قسمی که ذات الله را کل ما قبول داریم به مثال است، نه لیس کمثلی شیء، صفات شما میتوست مثال نداره که اینی قسم. بنان اینمی عقیده کل صحابه، پیامبر، امام ابو حنیفه ما هم هستیم. پسان بعضی مذاهب آمد میگه ما اشاعره شدیم، ماتوریدیه شدیم. ماتوریدیه ای تو میگه، اشاعره ای تو میگه. حال تو در مذهب کیستیم؟ پس چی میگه؟ نه ما در عقیده ماتوریدی استیم، در فقه حنفی استیم، در طریقه و ذکر که است باز نقشبندی و چشتی و سروردی و قادری استیم. و خود در سیاست چیستی؟ در سیاست خود با دموکرات هستیم دیگه. نه حال تو را کی گفته است؟ کجا کردی همه قیگه پارا؟ نه دیگه، نه ما وسیع استیم بسیار. ادخلوا فی السلم کافه. ما هم در عقیده مطابق قرآن، در قرآن هم در سیاست هم در طریقه هم، و خیر الهدی هدی محمد. بهترین طریقه پیامبر صلی. اگر در ذکر است، اگر در سیاست است، اگر در حکومت است، اگر در عقیده، در همه چیز
چرا از پیامبر چی بدی دیدی؟ آیا پیامبر ذکر بیان نکرده؟ آیا پیامبر عقیده را بیان نکرده؟ آیا پیامبر نماز را بیان نکرده؟ آیا پیامبر سیاست تا را بیان نکرده؟ پیامبر اقتصاد تا بیان نکرده؟ پیامبر نظام خانوادگی را بیان نکرده؟ بگو کده خود چرا دا اون نیستی؟ ولی هم باز که بند شایی بند از دیگه نه با چی میگن؟ این مردم میگن خیلی چطور کنیم گپای مردم گپ باید میره سر مردم. این قول ما گفتن، این قول ما را قبول نداری. علما بعدن آمدن، علما خب پیامبر نیستن، معصوم نیستن، اشتباه کردن، میکنن اشتباه. ما و شما گپای خوب هر عالم احترام کنیم، بگیریم قبول کنیم، گپای اشتباهش باید نگیریم. وهدى من الرحمن يهدينا به